دیدبان حقوق بشر مقامات تاجیکستان را برای سرکوب اعتراضات در بدخشان، فشار بر روزنامه‌نگاران و وکیلان مدافع، بدرفتاری با زندانیان و نبودن تحقیق شفاف در مورد درگیری‌های مرزی با قرقیزستان تنقید کرده است. در دوشنبه به این تنقیدها نظرهای گوناگون دارند. البته 10-15% میتوان گفت که اونها واقعیت دارند و طرز نگاه با آنها چگونه است. این مسئله جدی‌تر است که میشود که به یک حادثه از چند موقع یا موضع نظر کرد و به طور گوناگون این واقعه ها را مثال شرح داد. در آنجا البته خودی فکت ها درست هستند، اونها هستند، لیکن طرزی که اونها شرح دادن البته این خیلی نیست و نخواهد بود. نام خبرنگاران عبدالله غربتی و دلیر امامعلی در گزارش دیدبان حقوق بشر ذکر شده است. آنها به گناه همکاری با حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی و گروه 24 به زندان محکوم شدند، چیزی که خودشان و نزدیکانشان به اساس می‌دانند. تحلیلگر عبدالملک قادروف میگوید مجازات زیادی روزنامه‌نگاران و بلاگرها را در سال 2022 میتوان با دوران جنگ شهروندی در تاجیکستان مقایسه کرد. البته به اون درجه نیست ولی مقایسه پذیر است، چون در سالهای پیشینه این تعداد ژورنالیستان جزا نگرفته بودند حادثه هایی که یک یا دو یا سه نفر برای این یا آن با این یا آن تهمت جزا میدیدن، ولی به این شکل، به این تعداد، به این مقدار واقعا هم نبودند و این خود نشانه از اون است که فشار بالای آزاداندیشی، فشار بالای فکر غیر، فشار بالای یک تنقید خیلی زیاد شده است. در گزارش همچنین از ناپدید شدن اجباری حداقل 7 فعال از ماه نوامبر سال 2021 تا ماه آگوست سال 2022 یاد شده است که 2 نفر آنها شهروندی روسیه را داشتند. مؤلفان گزارش دیدبان حقوق بشر با تکیه به پیوندان بازداشت شده ها از احتمال شکنجه شدن آنها نوشتند. در سال 2022 شماره زندانیان سیاسی تاجیک یک چند مرتبه از حساب شخصانی که به اساس با بهانه‌های سیاسی با دیگر بهانه‌ها محکوم شدند افزود، زیاد شد. یگان محبوس سیاسی تاجیک آزاد کرده نشد. من فکر میکنم که تاثیررسانی هایی که هم تشکیلات های بین الخلقی، کورپوس های دیپلماتی بین الخلقی به تاجیکستان اویدی آزاد کردند یا اینکه از روی قانون بررسی کردن پرونده های این گونه اشخاص پیشنهاد کرده می شوند، اگر با فشنگ های تحریمی استوار باشند ممکن که یگان پیشبردی دیده شود. سازمان های بین المللی حقوق بشر هر سال مقامات تاجیکستان را برای نقض یا پایمال کردن حقوق بشر و فشار بر جامعه شهروندی که طبق بعضی بهاگزاری ها نقش خود را از دست دادند تنقید می کنند، نظری که مقامات قبول ندارند. موقع شهروندی مردم تاجیکستان پس نشده است، برعکس آنها هنگام وقوع ها از تمام حالت ها، تحولات ها، تمام مشکلات که در دنیا می شود، در جامعه می شود، در تاجیکستان می شود، هم برخورداران هم سوال ها میتیند و این چون موقع گذاری میکنند، پیشنهاد ها میکنند و البته در دایره که چقدر که قانون امکان میدهد و چقدر که امکان است، خب ایرادات های اونها نظر گرفته می شود، مشکلات های اونها بررسی کرده می شود. در گزارش دیدبان حقوق بشر همچنین درگیری های مرزی تاجیکستان و قرقیزستان اشاره شده است. به تاکید مؤلفان هیچ تحقیقی در مورد مرگ غیر نظامی ها در جریان درگیری بین قرقیزستان و تاجیکستان در ماه اپریل سال 2021 صورت نگرفت و کسی هم برای آن پاسخگو نشد. هیچ امکان ندارد که پروکراتور جمهوری تاجیکستان نسبت آن شخصانی که غیر ملکی هستند و وفات کردند دل جنایتی نکشوده باشد یا تحقیق نبرده باشد، هیچ امکان ندارد. این در تاجیکستان نسبت این مسئله پروکراتور گنرالی ما خیلی فعال است. به این مانند نهادهای رسمی تاجیکستان همواره میگویند که حقوق انسان و آزادی سخن در کشور تأمین است. برعکس سازمان‌های حقوق بشر چندین سال است که مقامات تاجیکستان را برای نقض پیوسته حقوق آدمان تنقید می‌کنند.